با امر تقدیر خواهر از شوهرش محروم می شود، مثلا از دنیا میگذرد. ببینید فشار میارن که تو شوهر نمیکنی. آخه این حقوقی تصرف در حق خودش دارد. این حقوق بنیاد و آزاد است. این دامن سبز دارد. از این دامن باید فرزند بروید. این شهوت دارد، غریزه دارد، انسان است، نوازش میخواهد شوهر داشته باشد. چرا باید فشار بیاریم؟ چه عاقبتش؟ کلفت نیست؟ درگیری نیست؟ اگر چون فشار سخت شد دست به کلفت میزند، در گرداب میرود، این گرداب همه را میبرد. فشارهای ساخته و بافته از روی بیعقلی، از روی ضعیف ایمانی، کم معرفتی، منتهای جهالت است. خواهر فشار میارن که تو شوهر نکن. چیکار کند؟ این عامل اساسی نیست برای دست به کلفت زدن؟ خود به دست به کلفت میزند. عرض داده شد کسی شکایتش گوش نمیکند. با عاقبتش چی میشه؟ ناخوب میشه. برای همین جامعه باید در همه طرف از نگاه مادی و معنوی جامعه باید بیدار باشد. معرفت حقوقی معنوی اهل شهروندان عموم مردم باید بیدار باشد. این به تنهایی خوشبخت شده نمیتواند. برای همین در هیچ کاری جمعیتی بخصوص در کارهای منفی باید بی‌طرف نباشد.